یه چند تا سوال ازتون بپرسم. عملی که بعد پیرزن کار کور چیزی چه بپرسی؟ مثلا بپرسم که قشنگترین خاطرت چیه اینجا؟ اینجا برای بدبختی که روز و شب میشه بچه هم آسین کنه. میگه خاطره ای که خوبی همه من داری چیه؟ خاطره بده چیه؟ خاطره خوبم همه این پا دیوارو بچینه پای چراغ. هیچ که نتونه بگه خوب نکنه بگه بد. احسنت. این خاطره تو پای چراغ. بگه خوب نمیش بگه بد. خب چند سال اینجا زندگی میکنی؟ جد آبادم همه جا بیدن مردن همه قبرستانی خاکن. همه اینجا بودن، شما هم از بچگی اینجا به دنیا اومدید و اینجا بود. من این بچکم همه تو اتاق به دنیا. مادر شهید هستین؟ بله. اسم فرزندتون شهید شده چی بوده؟ عباس چی؟ شهید عباس زین‌الدینی. چرا اینجا رو گفتم من گفتم قبل از تولد اسلام میخوردند و میکندند کله ها داغ بشه و بکنند. در میمن هم 400 تا کیچه 2800 اتاق. از اون ورودی تا جایی که کفشا رو بیرون آوردیم گفتن کیچه با کوچه فرق میکنه. وقتی شما تو کوچه ها میری عدم مسیر بازه، وقتی وارد خونه شدین بنبسته. کیچه بنبست، کوچه ها باز. در میمن 400 تا کیچه 2800 اتاق